حضرت عمر میگوید 3 نفر بود، 5 نفر بود یا 7 نفر بود، همراه خودش و همراهی پیغمبر خدا به جانب ابن صیاد رفتند. بسیار توجه کنین، ابن صیاد این کی باشد؟ حتی وجده یلعب مع غلمان. حضرت عبدالله میگوید این جوان رسول اکرم همراه حضرت عمر و چند یار خود وقتی که به نزد ابن صیاد رفتن، ابن صیاد با کودک ها بازی داشت. خود کودک بود، نابالغ بود، شاید 10 ساله بود، شاید 11 ساله بچه بود. فلم یشعر، وای حس نکرد که در پشت این ابن صیاد این بچه صیاد بود، لیکن خود نام این بچه صاف نام داشت. حس نکرد در پشتش پیغمبر خدا ایستاده است. حضرت عبدالله میگوید حتی ضرب رسول الله صلی الله علیه و سلم بیده زهره. رسول اکرم دستش میگه برداشت در پشت این ابن صیاد زد و این جوان 10 ساله به سوی پیغمبر خدا نگاه کرد. رسول الله گفت اتشهد انی رسول الله؟ ای ابن صیاد، تو گواهی میدهی این که من پیغمبر خدا هستم؟ قال ابن صیاد اشهد انک رسول الله الامیین. من گواهی میدهم این که تو پیغمبر عرب ها هستی، پیغمبر من نیستی. اتشهد انک انی رسول الله؟ ابن صیاد میگد به جانب پیغمبر گشته گفت آیا ای محمد تو گواهی میدهی که من پیغمبر هستم؟ رسول اکرم گفتند آمنت بالله و رسولی، من ایمانی بر خدا دارم و ایمانی به پیغمبرهای خدا دارم. رسول الله گفتند ابن صیاد آیا برایت یگان خبرهای از غیب می آید؟ ابن صیاد گفتند بله. گفتند خبرهای می آید، بعضی اشان حق هستند، بعضی اشان ناحق هستند. رسول الله گفتند حق را با ناحق آمیخته میکنی؟ آیا حق را از ناحق جدا کرده میتونی؟ این بحث بین محمد است و بین ابن صیاد 10 ساله بچه است. و رسول اکرم برای امتحان که از غیب درک دارد یا نه به طرف ابن صیاد گفت الحال من در خاطر خود یک آیت، یک سوره را میگذرانم، خبر ده کدام سوره را من میگذرانم؟ رسول اکرم در خاطر خود گذرانید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. این آیت را گذرانید که این سوره از دخان بود. این ابن صیاد به جانب پیغمبر نگاه کردند، گفت فکر میکنم که تو از سوره دخ چیزی خواندی. رسول اکرم گفتند تو کلمه را پر تکرار نمی کنی، این سوره دخان است، دخ نیست. گفت تو کلمه ها را ناقص میکنی، مثل کاهن و مثل ساحر. تو از کاهن و ساحر دیده گفت دیگر چیزی نیستی تو. رسول اکرم به جانب او نگاه میکرد. عمر چی گفتند؟ ایذن لی فیه اضرب عنقه. پیغمبر خدا اجازت نمیدهی که این جوان را الحال به کارد خود گردن وی جدا کنم. رسول اکرم چی گفتند؟ یکنه فلا تسلط علیه. عمر گفتند اگر همین دجال باشد تو وی کشته نمیتونی، و این لم یکنه، اگر این دجال نباشد فلا خیر لک فی قتله، بس هیچ فایده نیست به کشتن این ساحر. حضرت قرطبی میگوید، تفسیر قرطبی خیلی تفسیر با قوتی هست، میگوید همین ابن صیاد دجال است. همین کودکی که با پیغمبر خدا بحث کردند و گفتند گواهی بده این که من پیغمبر هستم، همین گفت دجال است. دجال الحال در مکان از مکانها وجود دارد. در کجاست این خدا میداند. ابی ابن کعب میگوید که راوی این حدیث هم عبدالله ابن عمر است. میگوید روزی با پیغمبر خدا به باغ از باغهای خرما رفتیم
و همین ابن صیاد، همین صاف در بالای بخمل خواب بود میگه و رسول اکرم میگه از جانب سری وی رفته در پس یک خرمای پنهان شدند، خواستند آن چیزی که وی میگوید گوش اندازند چی میگوید تا که از حال ابن صیاد آگاه شود. لیکن میگن مادر انصاف پیغمبر خدا را که دید در پسی خرما پنهان شد، فرزند خدا فریاد کرد صاف به نزد من بیا. رسول الله میگوید اگر مادرش فریاد نمیزد هر آینه ما میفهمیدیم که ابن صیاد آیا دجال است یا دجال نیست.